24 دسامبر 1971 پرواز شماره 508 شرکت لانسا از فرودگاه لیما در کشور پرو بلند شد. روی صندلی‌های فلزی هواپیما 92 نفر نشسته بودند، از جمله یه دختر 17 ساله با موهای بلند و نگاه آروم که اسمش جولیانه کوپکه بود. 1 ساعت بعد از شروع اون پرواز همه مسافراش مرده بودن به جز جولیانه. اون از ارتفاع 3 کیلومتری و بدون چتر نجات توی جنگل‌های آمازون سقوط کرد، جایی که پر شده از حیوانات و گیاهان کشنده. اما با همه این شرایط جولیانه تونست زنده بمونه. ولی خب چطوری؟ برای فهمیدن این معجزه باید برگردیم عقب‌تر به سالهایی که جولیانه داشت کودکیش رو میگذروند. پدر جولیانه هانس کوپکه یه زیستشناس آلمانی بود و مادرش ماریا کوپکه یک پرنده شناس. اونها توی یکی از دورافتاده ترین مناطق پرو کار میکردن، جایی وسط جنگل‌های بارانی آمازون در یک ایستگاه تحقیقاتی به اسم پانگوانا که توسط هانس کوپکه و ماریا کوپکه تأسیس شده بود. برای خیلی از مردم زندگی داخل جنگل و دسترسی نداشتن به امکانات شهری یک کابوس به تمام معناست. اما برای دختر خانواده کوپکه یعنی جولیانه این یک بهشت واقعی و هدیه‌ای از طرف خدا بود. اون درست از همون کودکی یاد گرفت که از حشرات نترسه، رد پای حیوانات رو بخونه و بفهمه کی طبیعت خطرناکه و کی میشه باهاش کنار اومد. سال 1971 جولیانه کوپکه از دبیرستان فارغ التحصیل شده بود و قصد داشت همراه با مادرش از شهر لیما به ایستگاه تحقیقاتی پانگوانا برن تا اونجا بتونن به صورت خانوادگی کریسمس رو جشن بگیرن. اون روز هوا بد و نامساعد بود، به طوری که خیلی ها پروازاشون رو لغو کردن و داخل لیما موندن. اما ماریا که کارهای عقب مونده زیادی داخل ایستگاه تحقیقاتی داشت، ریسک پرواز رو به جون خرید و همراه با دخترش جولیانه وارد پرواز شماره 508 شد. هواپیمایی که اونا سوارش شدن متعلق به شرکت لانسا بود، یک شرکت با سابقه بد که تا قبل از سال 1971 2 بار پروازاش سقوط کرده بود. یک بار در 27 آوریل 1966 با 49 کشته و یک بار هم در 9 آگوست 1970 با 99 کشته. هر دوی این سقوط‌ها به خاطر اشتباهات مدیریتی در شرکت لانسا رخ دادن که همین باعث شده بود جو منفی علیه این شرکت هوایی شکل بگیره. مدیریت و تصمیمات اشتباه شرکت لانسا توی پرواز 508 هم ادامه داشت و اونا با وجود هشدارهای هواشناسی دستور به بلند شدن هواپیما دادن. 1 ساعت بعد از شروع پرواز همه چی آروم و عادی جلو میرفت. جولیانه آروم نشسته بود و از پنجره به ابرهای سفید نگاه میکرد. هیچ چیز نگران کننده و عجیبی حس نمیشد تا اینکه لرزش خفیفی زمین زیر پاشو لرزون. چند ثانیه بعد هواپیما شروع کرد به تکون خوردن و توی یک لحظه با یک ضربه ناگهانی هواپیما از هم پاشید. بعدها معلوم شد این ضربه یک رعد و برق قوی و محکم بوده که به خاطر شرایط جوی رخ داده. بعد از برخورد صاعقه کوپکه همراه با صندلیش از توی کابین پرت شد بیرون و یک سقوط آزاد 3 کیلومتری رو تجربه کرد. بعد از چندین ثانیه معلق بودن بین زمین و آسمون، کوپکه وسط جنگل و روی زمین خیس و پوشیده از برگ فرود اومد. حدود 20 ساعت بعد جولیانه به هوش اومد. اون چند جراحت سنگین از فرودش برداشته بود، مثل شکستگی ترقوه، بریدگی عمیق در بازوی راست و پارگی رباط زانو. بعداً با تحقیقاتی که انجام گرفت معلوم شد صندلی و درخت‌های بلند جنگل 2 دلیل اصلی بودند که باعث شدند کوپکه از این سقوط نجات پیدا کنه، چون سرعت افتادن رو کاهش داده بودند. کوپکه بعد از به هوش اومدن با زحمت و سختی زیاد از روی زمین بلند شد و تونست تعادلش رو نگه داره. اما بعد از چند قدم راه رفتن فهمید یکی از کفش‌هاش گم شده. این یعنی یه راه رفتن ساده با وجود رباط پاره و یه لنگ کفش قرار بود براش به یک کابوس واقعی تبدیل بشه.
ولی خب جولیانه از دوران کودکی توی پانگوانا خیلی خوب یاد گرفته بود که چطور توی جنگل زنده بمونه. با استفاده از همون آموزش‌ها کوبکه خونریزی بازوش رو با کمربند صندلی بست و بعد با دقت دنبال آب گشت. اون خیلی زود صدای جریان ضعیف یک رودخونه رو شنید. لنگ لنگان و به سختی خودش رو رسون به یه نهر باریک. توی اون لحظه و با دیدن طبیعت و رودخونه، جولیانه تازه فهمید که وسط جنگل آمازون قرار داره. این یعنی صدها کیلومتر با نزدیکترین روستا فاصله داشت. اما با این وجود آب رودخونه دختر رو امیدوار کرد، چون اون یاد پدرش افتاد که همیشه میگفت آب تو رو به مردم میرسونه، تا وقتی جریانش رو دنبال کنی زنده میمونی. همین جمله کلیدی هم شد نقشه نجاتش. جولیانه توی تمام مدتی که در جنگل بود هیچ غذایی نخورد و تغذیه‌اش خلاصه میشد توی آب نبات‌هایی که همون روز اول کنار تیکه‌های هواپیما پیدا کرده بود. چند بار خواست تا ماهی و قورباغه شکار کنه، اما به خاطر جراحات سنگین و سرعت کمش موفق نشد. علاوه بر اون جنگل آمازون پر از گیاهان سمی و خطرناکه. برای همین جولیانه که این رو میدونست هیچ گیاهی رو توی مدتی که در جنگل بود نخورد. موضوع تشنگی اما برای کوبکه اندازه غذا دردسر درست نکرد، چون با وجود نهرهای متعدد توی جنگل اون میتونست به اندازه کافی آب بخوره و بدنش رو هیدراته نگه داره. با هر روزی که میگذشت زخم‌های جولیانه عمیق‌تر و دردناکتر میشدن. زخم بازوی راستش حالا متورم شده بود و از داخلش چیزی مثل کرم‌های سفید بیرون میزد. اون میدونست اینا لاروی مگس هستن، حشراتی که توی جنگل‌ها خیلی سریع داخل زخم باز رشد میکنن. با همون بازوی زخمی، رباط پاره و ترقوه شکسته هر روز مسیر رودخونه رو دنبال میکرد، چون جریان آب تنها راهنمای اون بود. کوبکه با وجود اینکه گهگاهی کروکودیل‌ها رو دور و بر رودخونه میدید، ولی بازم تصمیم گرفت راهش رو از داخل آب ادامه بده، چون میدونست کم پیش میاد کروکودیل‌ها به انسان حمله کنند و خطر مارها و حشرات بیشتر از اونهاست. در طول دنبال کردن این مسیر اون چند بار صدای بالگردهای نجات رو شنید. با هر بار شنیدن سعی میکرد به وسیله فریاد و دست تکون دادن خودش رو به تیم نجات نشون بده، اما درختان بلند جنگل آمازون مانع دید بودن. خود کوبکه راجع به اون لحظات میگه به قدری ناامید شده بودم که دیگه نمیخواستم ادامه بدم، اما اون تسلیم نشد و هر طور که بود ادامه داد تا اینکه بالاخره مزد روحیه سرسختش رو گرفت. 4 ژانویه 1972 یعنی 10 روز بعد از سقوط، کوبکه یک قایق رو توی رودخونه دید. اول باورش نمیشد. برای چند لحظه با خودش فکر کرد شاید دوباره داره توهم میزنه، اما وقتی جلو رفت و دستش رو گذاشت روی قایق فهمید این دفعه واقعیه. علاوه بر اون جولیانه یک کلبه چوبی رو هم نزدیک قایق پیدا کرد که داخلش چند لیتر بنزین قرار داشت. توی اون لحظه کوبکه دیگه نمیتونست درست راه بره و توانی برای ادامه دادن نداشت. زانوهاش میلرزیدن، بازوش بوی تعفن گرفته بود و بدنش پر از نیش حشرات بود. اما با همون توان باقی مونده هر طور که بود خودش رو به کلبه رسوند و گالون بنزین رو برداشت. اون قبلا دیده بود که پدرش با استفاده از بنزین زخم‌های عفونی حیوانات رو درمان میکنه. برای همین توی یه تصمیم دردناک ولی مؤثر در گالون رو باز کرد و چند قطره بنزین روی بازوش ریخت. با این کار بوی تند بنزین با بوی زخم قاطی شد و کرم‌ها یکی یکی بیرون اومدن. صبح روز بعد 3 مرد محلی از بومی‌های منطقه که کارشون چوببری درختان بود به کلبه اومدن. اونها وقتی چشمشون به جولیانه افتاد فکر کردن روح دیدن، ولی وقتی کوبکه با زبان اسپانیایی حرف زد و بهشون فهموند که از پرواز لانسا جون سالم به در برده، هر 3 مرد شناختنش. اونا یه غذای ساده محلی بهش دادن، زخمهاشو شستن و بعد تصمیم گرفتن به وسیله همون قایق توی رودخونه دختر رو به شهر ببرن. اونا خیلی سریع راه افتادن و بعد از حدود 8 ساعت به یک روستای محلی رسیدن.
و از روستا با هواپیمای اضطراری که 3 مرد محلی هماهنگ کرده بودند، جولیانه به شهر پوکالپا و یک بیمارستان مجهز منتقل شد. چند روز بعد هم تیم‌های نجات به محل سقوط رسیدند و لاشه هواپیما و قربانیان رو پیدا کردند. بین اونا جسد ماریا کوپکه هم پیدا شد. اون فقط چند صد متر با محل سقوط دخترش فاصله داشت. چند ماه بعد از نجات، کوپکه به آلمان رفت و وارد دانشگاه شد. اون راه پدر و مادرش رو ادامه داد و رشته زیست شناسی رو انتخاب کرد. سالها بعد دکترای بوم شناسیش رو هم گرفت و به همراه پدرش به همون ایستگاه تحقیقاتی پانگوانا برگشت، جایی که کودکیشو توش گذرونده بود. کوپکه تا چندین سال علاقه‌ای به حرف زدن راجع به اون روزای جهنمی نداشت و سکوت میکرد، تا اینکه توی سال 1998 در یک مستند به اسم بالهای امید شرکت کرد و به محل سقوط برگشت و مفصل راجع به اتفاقات اون 10 روز صحبت کرد. کارگردان آلمانی این مستند یعنی ورنر هرتزوگ خودش قرار بود داخل پرواز 508 لانسا حضور داشته باشه، ولی به خاطر دیر رسیدن به فرودگاه از هواپیما جا موند که همین موجب نجات جونش شد. توی سال 2011 و تقریباً 40 سال بعد از نجات هم کوپکه کتابی منتشر کرد به اسم وقتی از آسمان افتادم. داخل مقدمه کتاب جولیانه جمله‌ای رو میگه که به نظر میاد دلیل زنده موندنش توی اون 10 روز جهنمی باشه: من نمردم چون نترسیدم.